قسم به الله بزرگترین خیرخواهی به مردم این دعوت کردن آنها به سوی توحید است. همه پیامبران خیرخواه ترین انسان ها به قوم خود بودند، از آنها دیگر خیرخواه تری نبود. و امروز خیرخواه ترین مردم همون کسانی هستند که در قوم خود به سوی ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت دعوت میکنند که یگانه الله عبادت کنید، عبادت نمایید و از طاغوت اجتناب نمایید. سبحان الله، دعوت به سوی جنت این خیرخواهی نیست، زیرا که کسانی دیگری هستند که دعوت به سوی غلامی، دعوت به سوی طاغوت پرستی، دعوت به سوی جهنم و دعوت به سوی کفر شرک میکنند که این البته بدترین نمودی عمل و این هیچ خیرخواهی نیست، این بدخواهی برای مردم است. پس ما شما را دعوت میکنیم به راه صحابگان، به فهم صحابگان و به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و از قرآن که این کلام الله است. شما را دعوت به سوی عالم پرستی، شیخ پرستی، یک قبیله پرستی نمی کنیم.